هر کی یافت خری از خدا مسیحا شد، نه هر کی دید عصای بد از موسی شد. کسی بشو بد بازی ولی نمیگردد، کسی بشو بد بازی ولی نمیگردد. نه هر کی فلسفه آموخت بینی سینا شد، نه هر کی فلسفه آموخت بینی سینا شد. در این بساط بس خلق نردی زدن، ندیدم که کسی قیس یا که لیلا شد. با سالکان رهیش روشن است ایراد، برحمنی که با آتش نسود ترسا شد. با سالکان رهیش روشن است ایراد، برحمنی که با آتش نسود ترسا شد. چو خسته صفت در کمینی سید سخن، کمان کشید و دو تا برنشست یک تا شد. کسی چو خسته صفت در کمینی سید سخن، کمان کشید و دو تا برنشست یک تا شد. نه هر کی یافت خری از خدا مسیحا شد، نه هر کی دید عصای بد از موسی شد. کسی بشد بازی ولی نمیگردد، کسی بشد بازی ولی نمیگردد. نه هر کی فلسفه آموخت بینی سینا شد، نه هر کی فلسفه آموخت بینی سینا شد. کمان کشید و دو تا برنشست و یک تا شد. عرض ادب و احترام به همه شما بیننده های همیشگی تلویزیون سفینه، برنامه فضا از روشنی بخش خاندان شما. دوستان خوب و نازنین، شماتان به خیر و شادی. در برنامه فضا مهمان داریم هنرمند دوست داشتنی، هنرمندی که واقعا برای این ملت در جاده صنعت خدمت کرده است، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد چلخان خالوف. خیر مقدم شما را میگیم. همچنین شاعر جوان عبدالملک عبدالجبار، شما را هم خیر مقدم میگیم. تشکر که آمدید. بیاید پیغام سلام و پیامتان را به مردم برسونید از این منبر برنامه فضا. تشکر زیاد. فکر میکنم که برنامه فضا در مدت کوتاه هم که باشد، وقتی اون قدر طولانی هم نگذشته باشد، در بین مردم الکی موقع و معضلات خودش پیدا کرده است و بسیار برنامه دوست داشتنی هم هست. من هم آرزو داشتم که در این برنامه اشتراک کنم. گفتم کنی فکر کنم من کی دعوت میکنن که خیلی نصیب بود است. دعوت شدیم، آمدیم. پیام هنرمند یعنی سرود با چی است؟ با سرود، با درود، با صنعت والای خود، با هنر بلند خود، با شعر و غزل‌های تازه و تازه برای ملت وطن خدمت کردن. با وطن باش و با فکر وطن و ذکر وطن، به وطن هر نفس عمر چو گرداب بلاست گر بهشت است. در این در عزیزان وطن است. ما چیزی که میکنیم برای ملت و وطن ما خدمت میکنیم. سلامت باشید. سپاس بی اندازه. مرحمت. البته پیام سخنور با مردم این چی است؟ سخن است، شعر است. و من از این منبری بلند گفتنیم که ما که در کشوری بسیار هم زیبای تاجیکستان زندگی میکنیم، باید همیشه برای این خلق و وطن و ملت خدمت کنیم. یعنی
با پاس اون همه که در این جا زندگانی میکنیم، در این وطن زندگانی میکنیم، خدمتی وطن و مادر و این چیزها را کرده باشیم. بله. و نادرپور میگوید که البته شعر و شاعری هم خیلی یک کاری عادی نیست، این یک سرنوشت است. برای همیشه یک نادرپور یک چی میگوید که یک شعر میگوید که ای شعر، ای طلسم سیاهی که سرنوشت، عمری مرا بر رشته جادویی تو بست. گفتم تو را رها کنم و زندگی کنم، اما چه توبه ها که در این آرزو شکست. یعنی شاعر همیشه با همین شعر زنده هست و پیام خودش رو، پیام خلقش به دیگران چیکار میکند؟ میرساند. تصویر شعر و تصویر میکنه همه اون زیبایی های طبیعت و یا که دردهای مردم، دردهای جامعه و پیشروی های وطن، این چیزها رو در شعرش تجسم میکنه. بله، آفرین، سلامت باشید. در همین گفته این کسا ما یک چیزی میگه که شاعر شعر میگه، شعر گفتن گرچه درست گفتن بود لیک فهمیدن به از گفتن بود. بله بله، آفرین. خب سلامت باشید. استاد ارجمند، بیاید یک کمک سخنگویی کنید از فعالیت ایجادیتان، از اونه که بندی چی کار هستید، پای چی ایجاد هستید، خب کارها چی طور است؟ از هنرمند یگون چیز غیر ایجاد طلب نمیکنند، یگون چیز فقط در بین مردم خلق میبینه تو چی کار میکنی، کجا میروی، چی کار میکنی، برای مردم یگون اهمیتی ندارد. فقط مردم دائما از تو چی انتظارند؟ سرودی نو، آهنگی نو، غزلی بلند، شعری بلند. من دائما در ترکاپا هستم و دائما از پی همین گفته ها هستم و فقط کوشش میکنم که برای وطن و برای ملت تیم عزیزم، برای همین زیبایی تاجیکستان فقط سرود خوانم، شعر ازیاد کنم، شعری نو گویم، تازه با تازه گویم. شاعر میگوید که چشم بگشایم و از بوی وطن مست شوم، از تماشای کوه و دشت و دمن مست شوم. مستی زندگی اصل و هوس نیست مرا، از شکوفایی این دهر کهن مست شوم. در دل خاک وطن جای نصیبم باشد، من از این عطر کفن خاک وطن مست شوم. آفرین آفرین، سلامت باشید، تشکر. خب شعر نخستیه که با آهنگ در آوردید و با سهم بیننده ها رسانیدید در آغاز برنامه بسیار تاثیر بخش بود و بسیار هم یک شعر فلسفی بود. بله، غذای معنوی گرفتیم. از ایجادی که بود و چگونه آهنگ بندی کردید؟ شاعر از ملک تاجیک تقریبا سال 1905 با نام مولانا یعنی خال محمدی خسته از دهه بسیار زیبان منظری دهی باز زیکنگورد سفر میکنه در سن 5 سالگی، سال 1905 در سن 5 سالگی به بخارا. از بس که شاعر بسیار طبع بلند داشته است، پدرش او را به بخارا میبرد، از بخارا به مزار شریف، از مزار شریف به افغانستان میافتد و در سن 16 سالگی سفر میکند. از بس که بسیار دلبسته بیدل، برای همین سفر به هندوستان میکنه. از سن 16 سالگی به 17 سال در بالای قبر بیدل ایجاد میکنه، شعر میگه و نام مولانا خال محمدی خسته یعنی همین لقب خسته رو در هندوستان میگیرد. میگه زمانه بر من سازگار نبود، زبان دیگر بود، دین دیانت دیگر بود، گرمی بسیار به هم توی اونجا. میگه من همین خیلی کرده بود که در جبین من خستگی هویدا بود. من همین قرار دادم و چی کردن که یعنی همین لقب خستگی رو میگیرم و مولانا خال محمدی خسته نام میگیرد و بعد 17 سال گشت آمده و در هم رفتن و در هم آمدن. سری راه صحبت داشت با محمد اقبال چندین مراتبه، 2 مراتبه محمد اقبال لاهوری. بعد از اون به افغانستان میگرد و تا سن 75 ساله یعنی چی میگن وکیل جرگه افغانستان بوده است. بسیار شخصی به مرتبه چی 1-2-3 سال پسرش اومدگی بود، محمد یوسف خسته. محمد صحبت داشتن، قریب 14 تا کتاب داشته است مولانا، 14 تا کتاب داشته است. خومیستان، دبیستان بلخ، زبر مسائل تاجیکی کتابی بسیار کلان داشته است، هم محفوظ است در کتابخانه افغانستان.
و من چندی غزلش گرفتم و 4 تا من در آهنگ چی کردم که یگان کس از این خبر هم ندارد، حتی درباره همین شاعر لیمو هیچ کس من باور دارم که شاعری بزرگ ملت تاجیک که در خاک دور از وطن است، در افغانستان است، روحشان شاد میشود. روحشان شاد میشود از بله، ما. و واقعا هم تحفه است سرودهایی که شما آورده، تحفه‌ای که واقعا هم بار نخست ببیننده بله. تقدیم گردد از برنامه فضای تلویزیونی سفینه. آفرینتان باد استاد ارجمند، بسیار تشکر. خب عبدالملک، شما هم باید یک کمک از مصرع‌های ایجاد کرده اتون زمزمه کنید تا بیننده های ما از غزل های شما هم آگاه شوند. شاید شعر تازه آوردید. چون سخن از شعر گفتیم، من یک شعر نوشتم با نام باغبان که در اون زحمت های شاعر رو در اون درج شده است که همونا میخوانم. شاعری هم باغبانی است، شعر گفتن نونهالی را نشاندن بر زمین است. هر کسی که با زمین دارد سر و کار، خوب میداند که در دنیا سبز کردن قطعه را کار سنگین است. شاعری چون باغداری است، دفتر شاعر بود صحرا و در آن هر ورق یک پل زمین است. وان همه شعری که در اوست یک درخت است، یک درختی سبز و بارآور. شاعری بیچاره در باغش روز و شب زحمت کشیده، خواب راحت را ندیده. میکند جان تا نهال بیت رویاند، تا درختی شعر سبزاند. شاعری بیچاره بس که باغبان است، باغ شعرش تا شود شاداب. تا خورد هر یک نهالش آب، میکشد سرجو به این باغ از رگ جانش. جویه 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 جوی از دریای وجدانش، از دلش از چشمسار سبز ایمانش. لیک در این جوی سرجو آب نه اشک است و خون است، آب نه درد است و آه است. سلامت باشید. آفرین. خب بیننده های عزیز، باور دارم که شما خوب میدونید که برنامه زنده سرایی است و مهمانانی که اشتراک میکنند شاعران باشند، نویسندگان باشند، از ایجادشان حرف میزنند، هنرمندان باشند، ترانه های آوردهشون رو تقدیم میسازند. پس ما شما رو منتظر نمیسازیم و ترانه دوم رو استاد چلخان خالف پیشنهاد ما میسازد. وری آرام یه بیرونم، وری آرام یه بیرونم. متای کاروانی گیر بانی دشت مجنونم، این دشت مجنونم. متای کاروانی گیر بانی مجنونم، این دشت مجنونم. نمیدانم کدامی شوخ که قصدی کشتنم دارد. نمیدانم کدامی شوخ که قصدی کشتنم دارد، که همچون موجه سیماب که در تن می تپد خونم، که در تن می تپد خونم. که همچون موجه سیماب در تن می تپد خونم، که در تن می تپد خونم.
گردی پای تکلیف همه پرونه برگردم چی میگردی چو شمعی کن تمامش شد که از هنگام بیرونم که از هنگام بیرونم چو شمعی کش تمامش شد که از هنگام بیرونم که از هنگام بیرونم عرق خواهی بر سر بالینی من آمد عرق خواهی بر سر بالینی من آمد اگر دانی که در غم خانه خود به تو من شونم اگر دانی که در غم خانه خود به تو من چونم این بی تو من چونم نباشد سید و با خلق یه تأثیره مفتقانم را نباشد سید و با خلق یه تأثیره بخاری میرسد در گوش آهنگ خانونم این آهنگ خانونم بخاری میوزد در گوش آهنگ خانونم این آهنگ خانونم بخاری میرسد در گوش آهنگ خانونم این آهنگ خانونم این آهنگ خانونم سپاس میگوییم به اهل هنرمندان برای یک نوازش زیبایشان که برابر سراییدن ترانه واقعا یک مزه دیگر داشت. انا همون نغمه ها و انا همون ناله هایی که در اسباب موسیقی میکنن واقعا از هنر والای ایشان درک میدهد و این همون احترام شما هست که ایشان همکاری میکنن، دستگیری میکنن و یک آهنگ خوب آماده میکنن که واقعا به گوش شنونده بسیار هم فورا میرسد. لذت برداشته. آفرینتان باد. خب استاد ارجمند کمی دیگر حرف بزنید از داشتن هنر، از مزه هنر و از کفیله آبی دست نان خوردن که واقعا هنر به انسان، به هنرمند چی میبخشد و هنری که واقعا براش زحمت میکشه و از آن نان میابه چگونه مزه دارد. تو خواندن هر کس هر خیل میخواند. مثلا بعضی‌ها برای روزگذرانی میخوانند، لیکن اگر به شرط هنری بالا باشد و بسیار بلند باشد، شعری بلند باشد، آهنگ موسیقی بلند باشد، اگر خلق را میابد، میکوبد، از نظر دور نمیمونی هیچ وقت. برای همین میگن که بعضی‌ها هنر را برای روزگذرانی میگذارند. دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. لیکن من برای روزگذرانی سرود نمیخونم، من خدمت برای خلق وطن میکنم، نون من خلق میتید یا که استعداد خداداد میشود. لطف خدا نباشد این به هوس نمیشود. به هوس کردن
این چیز به دست نمیآید. واقعا همون اگر انسان از روی صدق زحمت بکشد بله. و هنر رو دوست بدارد خلق خدا شد و نیت به معنای همون باشد که موفق بشویم. خب گمان میکنم که باز عبدالملک هم شما هم کمی از ایجادتان برای بیننده های ما، برای گروه ایجادی که در اینجا نشستن قرائت کنید، شاید کار باز رنگ دیگر گیرد. اگر آماده باشید ما میشنویم ترانه تان نو ایجاد است، چی نام دارد و چگونه ایجاد شده است؟ چون برف میبارد آدم دیگر روح تازه میشه، الهام تازه میشه. الهام تازه میشه، لیکن خیالان آدم به همون دوره کودکی میره و به همون یاد اون برف بازی کودکی بله، میکنه بله. که در خب در کوهستان که ما برف بازی میکردیم. خب همه که اگر در کوهستان باشه میدونن که در اونجا بله. برف زیاد میبارد و بابای برفی میسازن. این چیزا بازی کودکانه البته آدم خیالان به همون عالم عالم کودکی میره. و من یک همین باریدن برف و این چیزها را دیده یک شعر ایجاد کردم که با نام سمند سفید. ای سمند سفید گردنکش، ای سمند سفید یال افشان، از کجا میرسی چنین به شتاب، تا کجا میروی چنین حیران. به سواره سمند سرگردان، صاحبت کو لجام و زینت کو، مگر از پشت تو به خاک افتاد آن پرستاری نازنینت کو. ای سمندی سفید یال، ای برف از پیتنها و زار و آواره، عاقبت روی راه میمیری بی کس و بی سوار و بیچاره. آفرین، سلامت باشه، تشکر. البته من در این شعر برف مثل یک سمندی که رها شده است، از اینان رها شده است و مثلا میتازد در صحرا و بعد خسته میشود و خب پیشپا میخورد و به زمین میافتد و بعد خب میمیرد و خب بی سوار و خب این چیزا همینه در همین شعر هم سخن شما یعنی که به دنیای کودکی بود. بله. هم نوازشی البته اون عزت الله هم بله. خیجک هم بله، با هم بله، دنیا، خیجک یعنی هم در بله. این با هم بله، تمام جور شدن. البته این شعر و سرود با هم طبعا و وقتی بسیار زیبا میبارد که همین شعر با آهنگ یک جور شود. بله. و بعد دل مردم بیشتر روح بله. می‌یابد. خب سپاس میگیم به شما و به اهل هنرمندان و به شاعر جوان عبدالملک. پس بازم برای بیننده ها تقدیم یک ترانه دیگر. میرسد آن جنگ و پای ستم در رکیب، جور و جفا پیش رو ظلم و غضب از عقیب، جور و جفا پیش رو ظلم و غضب از عقیب. نیزه میگانیگه بسته چو تیغی سپاه، از دید نجگانیگه بسته چو تیغی سپه، نقطه خالی سیه دانه دامی فیری، نقطه خالی سیه دانه دامی فیری. پیش قدش سودردال تو بی از او یک خیال، هوری بیشتی دلال دل بری فیردوس زیب، راغ دمن لاله پوش باغ چمن گل فروش،
راغ و دمن لاله پوش باغ چمن گل فروش داغ زغن در خروش رخصتی دیدن قریب زاغ زغن در خروش رخصتی دیدن قریب خوبی سبق کرد از یک شفق گنبدی حضرا عجیب خون دلم جو بجو رفت از بیدادی دلم جو بجو رفت از بیدادی و چاره بسازد بگو خاکی هجر نسیم چاره بسازد بگو خاکی هجر نسیم میرسد آن جنگ جو پای ستم در رکیب جور و جفا پیشم ظلم و غضب از عقیب جور و جفا پیشم ظلم و غضب از عقیب چاره بسازد بگو خاکی هجر نسیم. خب عبدالملک شما هم در مورد کارتون حرف بزنید که سری اندیشه مثلا ایجاد مجموعه نو هستین روی چوب هست یگان مجموعه نوتون چگونه است؟ البته من یک مجموعه با نام بهار عشق چاپ کردم. این سال 2010 بود و سال 2017 ما رو به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفتند. البته بعد پذیرفته شدن به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان مسئولیت ما بیشتر شد. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که دیگر وقتی با تو باور میکنن و یک مسئولیت به دوشت میگذارن تو باید دیگر کاری کنی که درخور باشد، شایسته باشد، یک کاری ماندگار کنی. و این دیگر بعد فردوسی و رودکی و حافظ و سعدی و اینها دیگر من گمان میکنم که سخن گفتن بسیار کار مشکل است، بسیار دشوار است. و به همین خاطر البته در آینده ما آرزو داریم و نقشه هم داریم که یگان کتاب دیگر نشر کنیم. البته در مجله و در روزنامه، در صدای شرق و در مجله صدای شرق و در روزنامه ادبیات و صنعت و دیگر روزنامه چاپ میشن، پیوسته چاپ میشن و اما خب نقشه داریم که با شکل یک کتاب چاپ کنیم. بله بسیار خوب. در زمان کودکیم تا نپویم راهی باطل پند میدادی مرا تا که شیرین باد کامم از درون آستینت قند میدادی مرا. گرچه اکنون دوره طفلی من بگذشت باز هم چون مشکلی آید سراغم میرسد پندی تو بر یادم میرسد پندی تو بر دادم میرسد پندی تو بر یادم میرسد پندی تو بر دادم. در جهان بس مرکب در زمانی پر ز تلخی های دنیا باز هم محتاج بر پندی تویم مادر باز هم محتاج بر قندی تویم مادر. آفرین. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. خب استاد چلخان خالف شما هم ترانه های زیبا در وصف مادر دارید و واقعا هم شنونده های شما هم همیشه
با درخواست البته زیاد با ما میگفتن که از ترانه هایشان پخش کنید و واقعا ترانه های شما که در وصف مادر در وصف زن گفته اید ایجاد کرده اید بسیار ماندگار هستند. خب هست مثلا در نقشه ها که ترانه های جدید در وصف وطن، مادر، زن ها در عموم پیشکش کرده باشید؟ ترانه بسیاری خوندم، لیکن من یک چند ترانه برای مادر خوندم ویل زبان مردم است. بله بله. یاد کردم آچجان خانه و ایوان تره، نانی گرم و شکراوی لبی چکدانی تره. همین چیز در کجایی که معرکه و توی سرود در کجا باشه مگر یک بار نه چندین مرتبه صدا میدهد و با همین با تکلیفی همون مردمی که در اونجا میبیان با هم خواهش همون نامیشه. سرودی که اخیر با ثبت کردم با رباعیای دولت سفر، این باز یک تکانی دیگر داد در وصف مادر. سرودی که من خوندم که بسیار خوش قبول کردن. صد مشت زی بیسری که بر سر خوردم، صد مشت دیگر زی پشت دلبر خوردم. شیرینی عمری من همان است، همان خنده که از آستین مادر خوردم. این گواه است برای مردم که یعنی که قند بسیار از خلطه با در دیگر چی و در چون، لیکن همون در یادم میموند که قنده که از آستین مادر خوردم. مادر از توی مرکه و چی میگشت اگر چند فرزنده که داشت برای همون یک دانگی یا دو دانگی قند. وقتی مادر از در میدر آمد همه مادر پیشواز میگیدن که برای من قند. از همه شیرین ترین لحظه همون لحظه که از آستینش یک تا قند برآورده میتن. همین در یاد من دائما مانده است. ما که نبیرگان رودکی و حافظ بیدل سعدی و جامی و صناعی و صایب و طغرل و حاجی حسین باشیم، اگر باید که از این بحر اقیانوس بی‌کنار و که ما عقیب نمونیم در این چیز، ما باید غوطه زنیم و البته از اون بحر از اون اقیانوس گوهرها را جدا کرده و این مردم دید. مادامی که غزل هزار سال حالها عمر دارد، یعنی ما به همین غزل عمر دوباره میبخشیم و مردم پیشنهاد میکنیم. و واقعا هم به عمر خودتون بزرگی زم میسازید، به هنر خودتون بزرگی زم میسازید و مردم شما رو دوست میدارد، زیرا که این مردم صاحب دل، صاحب وطن با نام و با اور البته سرود بلند رو دوست میدارد، آهنگ بلند رو دوست میدارد، زیرا که یک ملت واقعا هم صاحب تمدن، صاحب تاریخ و صاحب دانش است، ملت تاجیک. ز ابر دیده خاک این بیابان گرچه گیل کردم، ز ابر دیده خاک این بیابان گرچه گیل کردم، گل ز شوری رشه سبز در این صحرا نشد پیدا. هزاران دانه شد سرسبز، گلشن خرمی آورد. چی شد حاجی؟ همان کلفت کشی آغاز و انجامم. به سیاست نیست حاجی کار عالم را نیزان، به سیاست نیست حاجی کار عالم را نظام، و فتنه را باشد قرار از وحشت اربابی تر. خاطری ما حاجی بر اسباب جمعیت نساخت، خاطری ما حاجی بر اسباب جمعیت نساخت، ورنه من هم صافتر از شماری بیدیلم.
جهان صنعتم در بحر معنی گوهر جدا. جهانی صنعتم در بحر معنی گوهر جدم، ولی همچون صدف حاجی ندانم خود ستایی را. از این دشوارتر نبود که بر حرف خیرتمند شود ابله نوای نقطه فرما و غلطگیرش. به صلاح دل نباشد نوری طاعت را فرو، به صلاح دل نباشد نوری طاعت را فرو. کم دهد حاصل زراعت گر زمین شدگار نیست. از سیاهکاران نآید صنعت شایسته، از سیاهکاران نآید صنعت شایسته. تیغ را کج پیکری جز عیب آهنگکار نیست. زی لذت‌های دنیا اندک قطعی تمنا کن، زی لذت‌های دنیا اندک قطعی تمنا کن. نمالی چون مگس بر همدیگر دست از پشیمانی. بود هر نقطه‌ای دیوان حاجی عالمی حیرت، بود هر نقطه‌ای دیوان حاجی عالمی حیرت، که کرده از بیازی دیده‌ای بیدار تحریرش. صبح پیری ها دمید و رفت آن زندگی، ریخت انجم پاره های آسمان زندگی. آن زمان چشم خواب آلودی ما در خواب و به خبر بگذشت از ما کاروان زندگی. حاجی اینجا چند بشینیم وقتی رحلت است، حاجی اینجا چند بشینیم وقتی رحلت است. یک دو روز بود شد آخر زمان زندگی، یک دو روز بود شد آخر زمان زندگی. آیسته آیسته ما به فرجام برنامه رسیده ایستادیم. بعد این خاطر مهمانان را بار دیگر خیر مقدم بگویم به استودیوی برنامه فضای تلویزیونی سفینه و در انجام خواهش میکنیم از عبدالملک عبدالجبار شاعر جوان عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان که از ایجاد خود چند مصرع دیگر قرائت کند. بعدا استاد ترانه انجامی را میخواند و با شما خیر خوش میکنیم. تا صبح ستاره ریزد از دامن شب، عطر گل یاس میوزد از تن شب. چون سیب سر شاخ بود آویزان، زنجیر طلای ماه در گردن شب. مهتاب در آسمان، مهتاب در آسمان شب فانوس است، گردون به نظر شبیه اقیانوس است. در فصل بهار سبز ای دهه من، هر پشته تو مثال یک طاووس است. گه پر ز غره و گاه آرام بود، پرشور گه مثال ایام بود.
هر موج که می پرد به بالا پری اوست، دریاست پرنده که در دام بود. من تشنه تو آب میخوری شرمت باد، 100 جام شراب میخوری شرمت باد. همسایت از گرسنگی میمیرد، تو نقل و کباب میخوری شرمت باد. دیدار تو پیک آفتابم بود است، عشقی تو اساسی تب و تابم بود است. دریاب جز از ساغر لبهای تو نیست، گر مستی ساغر شرابم بود است. هر شعر که از درد وطن میخیزد، بی شبهه چو یک مرد وطن میخیزد. آن سان که در آغوش چمن لاله دشت، از دامن بیگرد وطن میخیزد. آباد باشید، صحتمند باشید. بار دیگر همه شما رو من خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. امیدوارم بیننده عزیز ما از شنیدن ترانه های شما غذای معنوی گرفت. امیدوارم بیننده ما از شنیدن مصرع‌های شعری عبدالملک عبدالجبار هم غذای معنوی برداشت. و اگر همین گونه باشد بیننده های عزیز، این فال نیک است برای ما گروه ایجادی. بخت و اقبال بلند نصیبتان. تاجیکستان عزیز همیشه آباد. با امید تنصیتی و پیروزی همیشگی شما ترانه انجامی را میشنویم. خیر عزیزان، مرحبا. سالها گرد زمین چون آسمان گردیدم، تا چونی روشن دل و صافی روان گردیدم. یه سبز گردیده چون توتی پرو بالم زیزد، تا در این عبرت سرا شیرین زبان گردیدم. سبز گردیده است چون توتی پرو بالم زیزد، تا در این عبرت سرا شیرین زبان گردیدم. گرچه می بخشد سعادت خلق را، تا در این عبرت سرا شیرین زبان گردیدم. بر نمی آید ز فکر آن دهان و آن میان، من که اسرار جهان را ترجمان گردیدم. بر نمی آید ز فکر آن دهان و آن میان، من که اسرار جهان را ترجمان گردیدم. دوستان از بدگمانی وحشتت من میکنن، ورنه من با دشمنی خود مهربان گردیدم. به دماغ صاحب از عالم مرا بیگانه کرد، به دماغ صاحب از عالم مرا بیگانه کرد. با که سازم من از خود دلگران گردیدم،
با کی سازم من که از تو دل کران کردیدم یه ورنه من با دشمنی خود مهربان کردیدم